سلام. امروز می‌خواهیم در مورد چگونه هدف خود را پیدا کنیم با شما صحبت می‌کنیم. آیا احساس می‌کنید گم شدن یا گویا چیزی در زندگیتان کم است؟ شاید می‌خواهید در دنیای هستید که تفاوتی بزرگی ایجاد کنید اما نمی‌دانید چطور؟ بسیاری از ما در همین حال که زندگی را می‌گذرانیم حس می‌کنیم باید ارتباطی عمیق‌تر و راضی کننده تر با دنیا داشته باشیم. اما چون به آن نمی‌رسیم احساس ناامیدی و ناتوانی می‌کنیم. بزرگترین روزهای زندگی شما یکی از همان روزی است که در آن متولد شده اید و دیگری آن روزی که بفهمید هدفتان از زندگی چیست. اما اگر ندانید هدفتان چیست و چرا اینجا هستید، ادامه زندگی میتواند دشوار باشد. نوار ما را تا آخر ببینید تا بفهمید که چگونه هدف خود را پیدا کنید. این احساس به خوبی تحقیق شده است. وقتی به سختی تلاش میکردیم تا هدفمان را بیابیم، غوغای عظیم در درون ما را رنج میداد. میگوید ریچارد برنسون. کاری داشتم میگوید که از آن متنفر بودم. راه گشتن در خیابان و خفه شدن در هوای آلوده و یک محیط پر از آدم، اما من همان چیزی را میخواستم که هنرمندان روی صحنه داشتند: شوری فراگیر، عشق به زندگی و یک رابطه شکست ناپذیر و عمیق به کارشان. او در دوام صحبتش میگوید من هر روز با خودم بحث میکردم تا هدفم را پیدا کنم، تا اینکه یک قدم به عقب برگشتم و فهمیدم هدفم چیزی نیست که در ذهن و افکارم به دنبالش بگردم. با خودم فکر کردم شاید مشکل این نباشد که من نمیدانم هدفم چیست. در واقع مسئله این است که راه پیدا کردن هدفم را نمیدانم. ما نمیتوانیم فقط با فکر کردن به خواسته ها و شور و هدفهایمان برسیم. باید دست به عمل بزنیم، یعنی به سمت چیزهایی که میخواهید قدم بردارید و چیزهایی را که دوست نمیدارید از مسیر زندگیتان کنار بگذارید. اگر شما هم به دنبال هدفهایتان هستید، دست از جستجو بردارید و زودتر اقدام کنید. این قدم ها به شما کمک خواهند کرد تا بتوانید شور و هدفتان را پیدا کنید. از همه چیزی مهم در پیدا کردن هدف این است که دست به کار شوید. چگونه این هدف خود را پیدا کنید؟ برای پیدا کردن هدفتان دست به عمل شوید. شما نمی توانید فقط با فکر کردن شور و هدفتان را پیدا کنید. باید دست به کار شوید. این نکته خردمندانه از بنیانگذار نایک به خاطر داشته باشید که گفته است هرچی بیشتر اقدام کنیم راه حل بیشتری نسبت به امور پیدا خواهیم کرد. بنابراین آیا این شیوه مفیدتر از یک نشستن و فکر کردن و خیال کردن بهتر نیست؟ آیا نباید فکری را که در سر دارید عملی کنید؟ اگر آن را دوست نداشتم چی؟ اگر از آن پول به دست نیاوردیم چی؟ این افکار را از سرتان بیرون کنید. شروع کنید و اولین قدم را به سمت هدفهایتان بردارید و چیزهای جدید را تجربه کنید. این کار به شما کمک میکند از مسیر یک نواخت زندگیتان که شور از هدف برای شما ندارد خارج شود. برنسون میگوید که من سالها درگیر پیدا کردن هدفم بودم. میگوید این چرخه تنها باعث شده بود گمراه بودنم بیشتر و عمیق‌تر شود. همین وضع ادامه داشت تا زمانی که دست به عمل زدم و همه چیز تغییر کرد. نوشتن را زمانی میگوید شروع کردم که الکی صاحب یک شرکتی بزرگ بودم. دومین نامه تهدیدی که دریافت کردم میگوید شبیه نامه‌های قبلی نبود که بسیاری ها میخواستند که در شرکت های من کار کنند و این مرا چند روح بلند کرد و تصمیم گرفتم که باید این سرگذشت خود را کتاب کنم، کتاب بنویسم و کتاب دیر نکن انجامش را بده را نوشت که خوشبختانه ما آن را ترجمه کردیم. میگوید این درک و کشف هم در اثر اقدام پیوسته روی داد. تجربه میگوید پاداشی شد که به دست می آورم و در
پروژه کشف و آگاهی و شفافیت و به روش میرسم و عمل کردن همان چیزی بوده است که به آن نتیجه که امروز دارم رسیدم. و همچنین او تاکید میکند که قلب شما بهترین ابزاری است که برای رسیدن به هدف و شروع حقیقتتان در اختیار دارد. از خودتان بپرسید چه چیزی را دوست دارید و شروع کنید به سمت آن قدم بردارید. وقتی انگیزه درونیتان را پیدا کردید و شادی قلبتان را یافتید، الهام و انگیزه به قلب و روح شما جاری می شود. وقتی از قلبتان دستور می گیرید، طبیعتاً بیشتر لذت می برید و انگیزه بیشتری برای عملی نمودن آن دارید. به انجام کاری که به آن عشق می ورزید، انگیزه بیشتری در درونتان خواهید داشت و نسبت به چیزی که بیشترین لذت و رضایت را برایتان دارد آگاه تر خواهید شد. و چیز دیگر این که فقط به دنبال یک چیز نباشید. برای پیدا کردن هدفتان فقط دنبال یک چیز بودن را رها کنید. خیلی ها از ما در تلاش هستیم تا آن که تنها چیزی را که قرار است انجام دهیم پیدا کنیم، اما همین سعی و تلاش ما برای پیدا کردن آن یک چیزی خاص باعث می شود احساس کنیم چیزی را گم کردیم. این تصور که تنها یک کاری خاصی وجود دارد که باید انجامش دهیم، ما را از تحقق بخشیدن به آرزوها و عملی نمودن آرزوهایمان باز می دارد. مثلا ما 7 عنوان کار مختلف داریم: مشاور، خانواده، سفرنامه نویس، خلاص شغل‌های زیاده. هر کاری که انجام می‌دهیم به ما لذت می‌بخشد اگر آن را دوست داریم و هیچ کدام از اینها هدف نهایی ما نباید باشند، چون که در زمینه این کارها باید کارهای دیگری را که آنها را نیز دوست می‌داریم باید دنبال کنیم. و این تصور را کنار بگذارید که تنها یک هدف برای شما وجود دارد و این باور را جایگزین کنید که هدف ما در زندگی این است که کیفیت زندگیمان را بالا ببریم و به آن عشق بورزیم. یعنی شجاعت داشته باشیم و چیزهای جدید را تجربه کنیم. در برابر ناشناخته ها مقاومت نکنیم و در چیزهایی که برایمان روی می‌دهد و موقعیتی که در آن قرار داریم کاملا خودمان را درگیر کنیم، یعنی بند کنیم و به مشغولیت‌های جدید و نو روی بیاوریم. برای داشتن یک زندگی هدفمند، شور و احساساتتان را دنبال کنید. وقتی زندگیمان طبق شور و هیجانمان باشد، طبق هدفمان زندگی خواهیم کرد و این همان هدف اصلی از زندگی ما و شماست. زمانی که از شور و هیجان پیروی می‌کنید، احساس گمشدگی دیگر وجود نخواهد داشت. نیاز به جستجو برای هدف از کمبود شروع هیجان سرچشمه می‌گیرد. اگر ارتباط خوب به زندگی برقرار نکنید، شور و هدف نخواهید داشت. برای پر کردن این خالگی فقط کافی است کم شور و احساس به زندگیتان اضافه کنید. برای خلاصه کردن این نکته، این تصویرهای ساده را به خاطر بسپارید که شور جمع عملکرد روزمره این برابری آن می شود که زندگی هدفمند را آغاز نمودید. و این را هم به خاطر داشته باشید که هدف واقعی زندگی هر کس این است که در رضایت کامل زندگی کند. سعی کنید برای این سفری پرماجرا آماده باشید و با میل و رغبت از آن استقبال کنید. به زودی پر از شور خواهد شد و آنقدر احساس هدفمندی و رضایت خواهد کرد که تعجب می‌کنید قبلا چطور بدون آن زندگی می‌کردید. از سفری که به سمت زندگی شگفت انگیزتان خواهد داشت لذت ببرید. ریچارد برنسون بنیانگذار کمپانی ویرجین، نویسنده چند کتاب و طور در بالا گفتیم مؤلف کتاب در نکن انجامش بده، کتاب‌های او از پرفروشترین کتاب‌های امروز دنیا به شمار می‌روند و او در برابر یک کارشناس و کاردان همچنین یک مشاور خانوادگی بین‌المللی و سخنران انگیزشی نیز دایر نموده است که سالها در برابر فعالیتش داشته است. او به 10,000 نفر کمک کرده است تا زندگی شخصی یا حرفه‌ایش را تغییر دهد. او در تمام دنیا سخنرانی می‌کند و به مراجعه کننده هایش کمک می‌کند تا هدف زندگیشان را پیدا کنند، از تکرارهای بی‌نتیجه خلاص شدند و کسب و کار رویاییشان را به راه انداختند. و هر کاری که برنسون انجام می‌دهد
برای این است که به مردم کمک کند تا به خودی واقعیشان ارتباط برقرار کنند و از تمام توانایی‌هایشان استفاده کنند. و باوری داریم که اگر این نوار را به دقت تماشا کرده باشید، حتما دیگر می توانید به این سوال که چگونه هدف خود را پیدا کنیم به درستی پاسخ خواهید گرفت که ما از تجربه و سخنرانی های ریچارد برنسون این نوار را آماده کرده پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. تا برنامه های دیگری مرکز خرد شاد و مسرور بمانید.